برادران، یه بزرگی گفت که من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آن چی کرد با من آشنا کرد. ای نه اچایانی که ای کارا نکنند، ای نه جاهل و بیسواد و نادانانه، ای از دانایانه، ای خود ما اول در فکر وقت ببین که ما کیم، آیا ما آنچه گوشیم وقتی عمل کنیم؟ قرآن گوشته لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا، بسیار خرابه شما به دیگران گوشی و وقت عمل نکنید. عالم آنگه که با عمل باشد ورنه زنبور بی اصل باشد، نه محقق بود نه دانشمند، چار پایی برو کتابی چند، مثل الحمار یحمل اسفارا. برای کی حمله کنی ای آیتا؟ کی روتی بگوشی؟ ما وطن دوستان ما بسیار خوبش گوه، واقعا آسیبش جا یارته، ولی آسیب علاجی جا نیارته. آسیب شناسی بسیار خوب، ولی آیا علاج آسیب چیه؟ آقای مولوی سیادتو عروسی جان ای خرجکن تو ای جلسه پا داته که هیچ بر گوشته اید که ای ناکو ای برات ای فلانی ای کار تو غلطه، من تینان نور خدا حافظ. اگه یک مولا ای کار کرد انعام تعویزی ساحر و جادوگر که مولا شما ام مولا تعویزی سلام علیک نکرده، ترک سلام کرده شما مولویان خاش. یک کسی که این کار کنه، آیا شما برای یک بار این واجه جمع کرده یارتگو گوشته او که ما گوتو سلام علیک نکنه؟ ابدا ابدا. پس ایمان دکتر اقبال لاهوری رحمت الله علیه گوشی که زمن بر صوفی و ملا سلامی، که پیغام خدا دادند ما را. زمن بر صوفی و ملا سلامی، که پیغام خدا دادند ما را. ولی در حیرت افتادن، ولی تعبیرشان در حیرت افتاد، خدا و جبرئیل و مصطفی را. هنچی تعبیل کنن که خدا حیرانه، مصطفی حیرانه از تعبیلاتشان. برادران ای ما نه کسان دیگر، علما قابل قدرن، علما قابل عزتن. درباره جادو قرآن و ما سحر سلیمان، یعنی و ما کفر سلیمان، جادو سحر کفر. حکم قتلشان در حدیث یافته، کفر مطلق. آیا شما رو به خدا یک دفعه مجموعه گوشته و هر که کار کن کافری؟ نه اصلا ابدا. بیای برادران و فکری به حال وقت برداریم. ما مریضین، دیگران برامد دکتر، دیگران دیگه بره دکتر، یا شما مریضا بره. مریض که خود مولا، خود ما. بچی در حق گفتن ما لندی ترسه. ایدا مولای ما گوشی سلفی، مولای ما دیوبندی گوشی وهابی، در صورتی که ایشی نسبت دیم به
محمد بن عبدالوهاب. از نظر ما محمد بن عبدالوهاب وقتی زمانی مجددی بوده، نه تندروی، نه تکفیریه. آیا این تکفیری جلسات گره بگه با مولایان سخنوران سخنرانیه کنن درباره تکفیری؟ آیا ابوبکر ما گوشت کافر؟ عمر فاروق ما گوشت کافر؟ عایشه صدیقه ما گوشت کافر؟ امیرالمومنین امیر معاویه ما گوشت کافر؟ چه گوشته؟ تکفیری شمایی، نه ما. اولین تکفیری شمایی. ما تکفیری کسی گوشتیم قبر توارکن و تی خدایی دار از قبر مراد میتی برای قبر پس کشی. ما آیه کافر باشیم. احمد می مولا رو کربلا مولا عثمان هم فقط همین کرده باشی کسی درست نه که شما برای جاهلان هموار بکنی. مولایان چابهار برخلاف مولا عثمان نامه نویسن به مولا عبدالحمید دیان که شیر نصیحت کن اگر نه ما دیبنده چلی چنانه کنی. تو غلط کرده تو دیبندی. تو دیبندیه کجای تو دیبندیه؟ دیبندی آشیر مردم بودگن تا مرتگه دوارش میدید. مولویا مولی بره دوار مولی سپیه پیدا کراچی بره دوار مولان زفر همه پیدا بکن. کجای دواران شان دوار می شان ته مدرسه منزل مرتگن چوکانش پدا همون بشتگه بیچاره. اگه شاه هم بمرن چوکان دوار نیدیه شان دیبندیه تا من تو دیبندی دروغش بسته به نام مولانا حسین احمد مدنی که شهاب ثاقبی نوشته. من با دیبند رفته گم من جز کرده علمای رو دانست آی شهاب ثاقبی نویسنده مولانا مدنی رحمت الله علیه پس چی کاری کرده؟ گوشی هماره بزرگ سعادت می بزرگان ساده تا شان رحج بلگشته یا اینا دروغ سبت ای بزرگان باور کو. بعدا که مولانا مدنی متوجه بیده ردی نوشته رد شهاب ثاقب خود مولانا مدنی رحمت الله علیه نوشته. بله استاد حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه استاد محمدی نامه اگر زندگی انشاءالله من این بزرگ جوست کنم که حضرت محمد بن عبدالوهاب کیسا تا چونه مردم یاد وشی وہ مجدد تھے وہ بہت بڑا بزرگ تھے اگر وہ نہ ہوتے ہم یہاں مشرک بن جاتے. اگر آئمہ ہوتے ما ادھا مشرک بن جاتے. علماء توحید بیان کنن کتاب نویسن بر کتابش چاپ کرده حیات انبیاء برادران مولویه شما پر مولوی تحصیل کرده پیغمبران زنده بل درد شما رو برن حسین کشن وسط قبر محمد رسول الله و علی مرتضی گو 70 نفر حسین شهید کنن. آیا نه این واجب دست درازه که نه آواز این حیات فایده برای ما چیه؟ آن زنده به عبادت میکنن ولی درد ما رو نبرن. سماع موتا قرآن گوشی موتا نیست کنن. حدیثی یعنی بایستگی ایش کنن. حالا حدیث و قرآن مقابله ما کجایی که بزوره؟ یا مسئله تقلید مطرح کنم مولایان که بلشا ابو حنیفه نمانن ما ابو حنیفه خدا بمانی
امامی که من می ولی خدایی نه. اگر ابو حنیفه قول با قول پیغمبر تضاد بی، شما را به خدا قسم شما کجایی بگیرید؟ قول الله، قول خدا یا قول پیغمبر یا قول ابو حنیفه؟ هر که از امامان. برادران بیایی هوشیار بودی، هوشیارانه فکر بکنید. این تعویضی بی ایمانان دنیا رو رسوا کرده. ایشان چند نفر گرگ بودن، جنگ بودن، این بدبختان. ولی ایشان غیرتی پچی جون پول داریم. هر چهارراهی چند طبقه من نزان تگیش بیچارگان پیستن. بیایی برادران جنبی این تعویضی مولانا بیاری و بگوشی شما یک حدیثی از پیغمبر خدا. اگر پیغمبر حدیثی نیست صحابه، ای صحابه و نیست تابعین، از تابعین نیست تبع تابعین، تمامشان از یکی از تابعین پیدا بکنی که یکی تعویض نوشته و بگردن چوکوات کرده. که کرده؟ این تعویض نویسی یک ملای شیعه به نام ملا حسین واعظ کاشف اول شیعه بوده، بعد صاحب تفسیر حسینی بود. این تعویضات اولی همه واجه نوشته. بعد مولانا ما ایشی دیسه و کم کم شروعش کرده. مولانا محمد عمر رحمت الله علیه کتاب نوشته، کتابی به نام قول وجیز فی جواز تعویض. یک حدیثی داری حرامی، یک حدیثی نه فلانی چشان گوه، فلانی چشان کو، فلانی کس چوکو تعویض گوشتا، ولی از یک حدیثی تا کتاب و بیاری حرامی تو نیستی. مولانا عمر و مولوی عبدالرحمن، مولانا محمد یوسف بزرگان شد تمام مورد احترام ماه براتان. شانی نام کسی دیر ما پر بدی بگی به امید خدا منی جناب، چون علما قابل قدر قابل احترام، ولی علمای هر خبری قابل قدر نه. اگر عالم اشتباه بکن، آیا ما همه بزرگی اشتباه بزرگی تعبیر و تعبیر بکن وقت خراب بکن، قیامت وقت خراب بکن. وقتی ما معتقدیم که صحابه معصوم نه، وقتی چطور ما بیاییم قرن 20 مولا معصوم بزانه از خطا و از اشتباه. برادرانو یک شبکه فهمش کرده، کانال به نام من، بیانات مولوی نظر محمد دیدگاه. این بنده خدای من ندانم چی کرد. اول سخنرانیان من که پاره هشته الان شروع کرده به توهین علما تهنه کانال به نام. براتانو من این بنده خدای جان نیای، هر کسی اشتباه کرد. اگر شما هم زاند کوشش کنید دیگه چی بنده خدایا شیکن این کارا نکن. مثلا الان شروع کرده با مولوی عبدالرحمانی مولانا محمد عمر توهین کنند بنام. من نه علم نه این بزرگانم، من مولایم به اندازه یک بزرگی احترام هلم. من مولاییم، من مولانا دوست دارم ولی بدعت دوست ندارم. براتان اگر مولای بدعت بکن من حرام اگر منی دوست بدارم و حبی هم نبود. هر مولای برخلاف پیغمبر، برخلاف حدیث، برخلاف قرآن گواه با قدرتی مولایی بی. با قدرت یعنی چی؟ یعنی دولتی مولایی بی. من خدا بگی اگر من جوابی مده، ما نامرد نہیں، ما بی ایمان نہیں که بی ایمانان دوست بداریم. آیانی که